راهنمای خرید باغلاما بخش دوم. باغلاما چی بخرم؟ اوزونساب، قصاصاب، دست بلند، دست کوتاه، دیوان. قبل از هر چیز باید بدانیم قصاصاب یعنی دست کوتاه، اوزونساب یعنی دست بلند. اندازه کاسه، شکل کاسه، شکل ظاهری هر دو ساز و حتی قیمتشان چندان تفاوتی با هم ندارند. تنها تفاوتشان همانطور که می‌بینید طول دسته ساز است. اما همین تفاوت کوچک تغییرات بسیار زیادی را در شیوه‌های نواختن ساز ایجاد کرده است. می‌شود گفت تفاوت‌های اجرایی اوزونساب و قصاصاب بسیار بیشتر از تفاوت موجود بین نوازندگی تار و ستار است. بالغ بر 10 نوع مختلف باغلاما داریم و مدام باغلاماهای جدید و متنوع به این تعداد اضافه می شوند. ولی همه اینها به لحاظ منطق نوازندگی در زیر شاخه یکی از این دو ساز قرار می گیرند: دست کوتاه یا دست بلند. انتخاب شما بستگی به نوع آشنایی شما با این ساز دارد. اگر موسیقی که شما را عاشق این ساز کرده است جزو دسته ملودی های محلی ترکیه مثل زیبک ها و غیره باشد و به اساتیدی مثل محسونی شریف یا علی اکبر چیچک یا سایر مجریان سبک قدیم باغلاما گوش می کنید، انتخاب شما باغلامای دست بلند خواهد بود. اما اگر با عارف ساق و اردال ارزینجان و موسی اراغلو با باغلاما آشنا شده اید و تکنیک های مدرن و منحصر به فرد اجرایی مثل شلپه و پنجه و تلچکمه برای شما جذاب است، باغلامای دست کوتاه انتخاب شماست. می توانید صفحه کلید ترکی را روی موبایل یا کامپیوترتان نصب کنید و با این کلمات نمونه‌های اجرایی مختلف را ببینید و تصمیم بگیرید.